خود دوی وابسته به شرایطی اما که جمع شوی آب آیا خیلی آب که جمع شود ممکن است که دوای شود نمیز از بین رود اگر آب جمع شود چی میشه اگه این طبیعت است اگر طبیعت که نه باره اگر نه تیرمای بارون نیست خلاص کمبودی آب میشه کو وقتی کمبودی آب شد البته لیمیت میشه و با نظرتان آیا حکومت میتواند همین مسئله را حل کنه دوامش چند سال حکومت همین آب اگجا گیره نه با فکر شما نه با فکر سالی ما همین آب اگجا گیره حکومت اگر خرده شود اگر اون در خرده بگیریم خیلی ممکن بگیم حکومت نکرده با فکری من با فکر شخصی من وقتی که خود ذخیره آب نباشد ما چی کنیم مثلا دیگر راه ها هست اسکوهای آفتابی شمالی این درست ها میشه که با شمالی اسکوهای شمالی بسازیم اسکوهایی که مثلا میگه برقی چی آفتابی کنیم خیلی کار نکن چند ساعت برق میتین گپ راستش نمیدونم چند ساعت سویت دارین همین تا ساعت 9 سوید میتن ساعت 5 6 ما که میره شما باور دارید که یگان از همین لیمیت از بین میره و مردم پورا با برق تامین میشه خب باور داریم از کجای باور دارید از گفتن جناب ولی که مقصد اندی سویت برق قیمت کنی و مقصد مردم سویته ما باوری دارم انا ببینید برای چی باور دارید برای کی حکومت کار کرده دوستای حکومت هم این شرایط رو دیده بر اومده است که برای انسان همین آدمای تاجیکستان خوبتر شود بهتر شود چرا چند سال شد همین مسئله حل نمیشه حکومت همین حل کردن نمیتونه این اکو وابسته به کسب به کار که همه آدما مهنت کنن مثال گیریم تاجیکستان آباد کنن همین خیلی یعنی چند سال از تاجیکستان 20 سال قریب 30 سال میشد که این پرابلم مشکل سویت داره تا حوز نتونستن همین حل کنه به فکر شما چرا این مشکل ما ایده اکو علم نیستم جواب دادن نمیتونم برای کاری اکو برق چیه با آدمای پس برای چی باور دارید که همین مشکل از بین میره ان شاء الله باوری دارم میره یگان روز خواهی نخواهی باید همه کمبودی بود شود نه لیمیت مخنوگری چند ساعت برق میتین همین 5 ساعت میتین 8 ساعت 5 میتین نور میکشن بود بگم اینو میکشن بود ساعت میتین بسیار خوب شما همین چند سال هستید من 72 ساله آیا شما همین باور دارید که یگان روز در تاجیکستان همین لیمیت برق از بین میره و مردم پورا با برق تامین میشه حکومت نه لیمیت شده چه سواد دارم نه به لیمیت شده آدم به سواد همین راهگردی میدونم گشتن ما خوردن باور دارید که یگان روز مقامات همین مسئله رو حل کرده میتونن باید حل شود لیکن کی کنم معلوم است باید حل شود حل میشه اوستا خداوند ایشالله تنگ میشه یک سوال که با وجود اینکه تاجیکستان دریای زیاد داره چرا همین مشکل برق از بین نمیره چرا مردم تا حال با برق تامین نیستن خیلی که بهار آب کم میشه بعد بود ناز میشه ایشالله امید است بغیر از امید باوری هست گیس ها ساخته ایستاده است میشود باوری هست اما اینقدر سال چند گیس ساختن مسئله حل نشد خیلی نمیدانم